إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. در برنامه گذشته سخنی ما درباره آن بود که چگونه خداوند سلیمان علیه السلام را ملکی بزرگ، حکمت و فهم داده بود و آنچه بین او و مور گذشت، بین او و هدهد گذشت و این چنین قصه او با بلقیس که در آخر به او تسلیم شد و حتی که گفته بود خداوندا من به خود ظلم کردم و همراه با سلیمان به خداوند عالمیان تسلیم شدم. خداوند برای سلیمان علیه السلام جنها، پرندگان، وحوش و انسانها را مسخر کرده بود. یک ملکی بزرگ زیر فرمانش بود. برای کی؟ برای سلیمان علیه السلام، همان نبی، همان پادشاه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگوید سلیمان علیه السلام از پروردگار خود سه چیز را پرسید. دوتای آن به او داده شد و یکیش را منع کرده شد. و این همان دعاهایی است که سلیمان علیه السلام بعد از نو ساختن بیت المقدس کرده بود. در زمان او بناهای بزرگی ساخته شد. وقتی که خداوند به او قوت و پادشاهی داد، برای او شیطانها، جینها، انسانها، پرندگان، وحشیها و حتی شمال را مسخر کرد. او بیت المقدس را بنا کرد. وقتی که بنا با پررگی ساخته شد، سلیمان علیه السلام دستانش را به سوی آسمان برداشته از خداوند سه چیز خواست. پس خداوند دوتای آن را به او داد. اما اولی گفت خداوندا من از تو حکمی را میخواهم که با حکم تو برابر باشد. پس خداوند این را به او داد. دومش خداوندا من از تو ملکی میخواهم که بعد از من به کسی داده نشود. خداوند این دومی را نیز به او داد. اما سومی اگر کسی از خانه برآمد خواست نمازش را در بیت المقدس بگذارد و تنها برای نماز از خانه برآمد، خداوندا او را به مثل آن بگردان که گویا نو از بطن مادر برآمده است، یعنی گناهانش را پاک بکن. و این سومی به او داده نشد. پیامبر ما صلی الله علیه وسلم گفت من امید دارم که این سومی برای ما باشد. امید دارم که این سومی را خداوند برای ما بدهد. یعنی هر کی در بیت المقدس نماز بخواند گناهش بخشیده می شود، چگونه ای که از شکم مادر برآمده است. این چه خانه ای است؟ این چه جایگاهی است؟ خداوند برای سلیمان علیه السلام فهم داد، حکمت داد. در یکی از روزها دو زنی برای محاکمه نزد سلیمان علیه السلام آمدند. آن دو زن، یکی کلانسال دیگری جوانتر بود، هر یکی طفلی شیرخوار داشتند. آنها به صحرا برآمدند. در صحرا گرگی برآمد و به یک کودک یکی از آنها حمله کرد. آن کودک را گرفته فرار کرد. اکنون یک کودک ماند. آن دو زن برای این کودک مناظره کردند. آن زن کلانسال می گفت پسری من است. آن جوان نیز می گفت پسری من است. برای این کودک جنجال می کردند. آن هر دو به سوی کی رفتند؟ به سوی سلیمان علیه السلام. وقتی که نزد سلیمان علیه السلام آمدند، آن زن کلان می گفت ای نبی خدا، این پسری من است. و آن جوان دختر نیز چنین دعوا می کرد. نزد سلیمان علیه السلام جنجال می کردند. سلیمان علیه السلام گفت کارد برای من بیارید. با او کارد را آوردند. چی میخواهی بکنی ای سلیمان؟ گفت این شیرخواره را بیارید. آن کودک را آوردند. سلیمان علیه السلام گفت آن را دو تقسیم میکنم، نصف آن را به تو میدهم، نصف دیگر را برای دیگری. چی کار میکنی؟ این کودک را دو نصف میکنم. زن کلانسال خاموش شد، ترسید. اما زن جوانی سخن گفت ای نبی خدا، این کودک را به او بده، آن کودک را بده، آن کودک از آن او است. ترسید که کودک را دو نصف میکند. سلیمان علیه السلام دانست که زن جوان مادر کودک است و آن کودک را به او برگردانید. ففهمناها سلیمان و کلا آتینا حکما و علما. خداوند به سلیمان علیه السلام فهم و درک و حکمت داده بود، علم داده بود. همه ما میدانیم وقتی که سلیمان علیه السلام را اسبهایش از نماز خواندن در وقت غروب آفتاب بگاهی روزی محروم ساخته بودند، همه آنها را ذبح کرد. به خاطر خداوند ذوالجلال همه را قربانی کرد و به مسکینان و فقیران آن را تقسیم کرد. آن اسبها را برای کی قربانی کرد؟ برای خداوند ذوالجلال. به خدا نزدیک شدن خواست. خداوند در عوضش به او هدیه ای داد. در عوض آن همه خداوند باد را تحت فرمان او قرار داد. باد زیر فرمان کی بود؟ زیر فرمان سلیمان علیه السلام. بادها
یک چوب کلانی را برای او ساخته بودند. او آن را زیر پایش میگذاشت و هر جایی که میخواست میرفت. در هنگامی بامداد در دمشق بود. در وقتی پیشین باشد در شهری بود که مسافه آن از دمشق 1 ماه راه بود. در عصر باشد در یک منطقه دیگر که به مسافه 1 ماه بود آنجا قرار میگیرد. ولسلیمان الریح، باد او را به آسمان برداشته به هر گوشه زمین که میخواست او را میبرد. ولسلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر. خداوند ذوالجلال برای سلیمان علیه السلام باد را مسخر کرده بود. به هر سو که میخواست او را میبرد. تنها این نبود بلکه خداوند برای او جنها را، شیطانها را مسخر کرده بود. برای کی؟ برای سلیمان علیه السلام. از میان شیطانها کسانی بودند که به بناسازی مشغول بودند. برای او بناها می ساختند. بعضی آنها غواص بودند که داخل بحر می شدند و جواهرات را برای او می آوردند. همه این زیر فرمان کی بود؟ زیر فرمان سلیمان علیه السلام. والشياطين كل بناء وغواص. خداوند ذوالجلال برای سلیمان علیه السلام جنها، انسانها، پرندگان، وحشیها را مسخر کرده بود. همه پرندگان، همه موجودات روی زمین زیر فرمان کی بود؟ زیر فرمان سلیمان علیه السلام. این چی نبی بود؟ برای او ملک داده شده بود که پیش از او به کسی داده نشده است و بعد از او نیز. این سلیمان علیه السلام است. خداوند پیامبرانش را دوست می داشت. هر چی می خواستند به آنها می داد. حتی که جنها، شیطانها چیزهایی می ساختند که به عقل انسان راست نمی آمد. محرابها در مسجدها می ساختند، در خانه ها محرابها می ساختند، بناها می ساختند. نه تنها محرابها بلکه صورتها می ساختند. در شریعت آنها جایز بود. جنها این همه را برای آنها می ساختند. کاسه های کلان به مثل حوضهای کلان می ساختند. این همه را برای سلیمان علیه السلام می ساختند. این چنین دیگهای کلان در زمین می ساختند که آنها را برداشته نمی شد بلکه در زمین می ایستادند. در آنها خوراک ها می پختند، طعام می پختند و بر فقیران و مسکینان صدقه می کردند. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب مثل الأحواض وقدور الراسيات. همه این برای کیست؟ برای نبی خدا سلیمان علیه السلام است. اما شیطان هایی که او را نافرمانی میکردند آنها را حبس میکردند. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. یعنی هر کی سلیمان علیه السلام را نافرمانی میکرد دستی پای او را با زنجیرها بسته در بند میانداختند. شیطان ها همه برای سلیمان علیه السلام جان نثار بودند. چقدر با مشرکان و کافران جنگید، چقدر با ساحران جنگید. همه آن چیزهایی که با آن سحر میکردند آنها را زیر کرسیش گرانیده بود علیه السلام. اکنون لحظه های آخر آمد. لحظه های مرگ این نبی هم رسید. نبی که صاحب ملک بزرگ بود. نبی که بیت المقدس را از نو بنا کرد. ساعت های آخر رسید. لحظه های وفات این نبی. احساس کرد که او میمیرد، لیکن او دانست که اگر او بمیرد شیطان ها دوباره در روی زمین فسادکاری میکنند. از زندان او آزاد میشوند. شیطان ها هرگاه که میدیدند نبی خدا سلیمان علیه السلام به بیت المقدس داخل میشد میترسیدند. داخل میشدند و هرگاه که می در آمدند و نبی خدا در حال نمازخوانی بود میسوختند، در حال میسوختند. از این سبب از او سخت میترسیدند. از هر گوشه آن به او نگاه میکردند، به هر سو پرواز میکردند. به سلیمان علیه السلام نگاه میکردند آیا او نماز میخواند یا اینکه در بیرون است. وقتی که سلیمان علیه السلام مرگش را احساس کرد عصایش را گرفت. او یک عصایی داشت که منسعه نام داشت. عصایش را گرفته به آن تکیه زد و خداوند ذوالجلال را عبادت میکرد در بیت المقدس. وقتی که اجلش آمد و او در حال نمازخوانی بود خداوند روح او را گرفت. به عصایش تکیه زده بود و به زمین نه افتاد.
جنها و شیطانها گمان میکردند که سلیمان علیه السلام حالا هم نماز میخواند. گاها در بیت المقدس ماه‌های دراز اعتکاف نشسته خداوند را عبادت میکرد. او همچنان با عصایش تکیه زده بود. زمین جسدش را نمیخورد و حشرات نیز. چرا؟ چون که او نبی بود و جسد پیامبران نیست نمی شود و خداوند بعد از مرگ آنها جسدهایشان را نگاه می دارد. و عصایش تکیه زده بود. جنها در ترس بودند. شیطانها را وهم فرا گرفته بود. گمان میکردند که سلیمان علیه السلام مدام نماز میخواند. 1 ماه، 2 ماه، 4، 5 ماه. گفتند که 1 سال پوره در چنین حالت بود. لکن چی رخ داد؟ جانوری زمینی مسجد از خاک بود. جانوری از زمین عصایش را خوردن گرفت تا اینکه عصا کاواک شد و سلیمان علیه السلام به زمین افتاد. خبر زود بین مردم پهن شد. نبی خدا علیه السلام وفات کرد. شیطانها آزاد شدند. وأطلقت الشياطين فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب علمت انسانها و جنها درک کردند که علم غیب را بجز خداوند کسی نمی‌داند. اگر علم غیب داشتند مرگ سلیمان علیه السلام را می‌دانستند. آنها از مرگ او درک نیافتند. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. شیطانها آزاد شدند. در روی زمین فساد کردند. زیر کرسیش را کافتند و آن همه سحر را برآوردند و به مردم گفتند این میراث سلیمان علیه السلام است. این علم سلیمان علیه السلام است. و سحر را به سلیمان علیه السلام نسبت دادند. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قصه یکی از انبیا اینجا به پایان می رسد. صفحه پوشیده می شود. چه قصه شیرینی بود و چه عبرتهای با خود داشت قصه سلیمان علیه السلام. قصص نور قصص قصص نور قصص حکمه و صبر. بعد از سلیمان علیه السلام یکی از انبیای دیگر آمد. نامش عزیر. به فلسطین فرستاده شده بود. در همان زمین مبارک، زمین پیامبران. در زمان او فلسطین ویران گشته بود. در پی جنگ‌های پی در پی که در آنجا رخ می‌داد. در یکی از روزها عزیر علیه السلام با خرش از نزد یک خرابزار می‌گذشت. همراه با خودش کمی انگور و انجیر و چند مقدار نانپاره‌های خشک و کمی آب داشت. عزیر علیه السلام از آنجا می‌گذشت و به آن خرابزار نگاه کرد. به زمینی که خراب شده بود. به گرد و اطرافش نگاه کرده با خود می‌گفت: چگونه این همه را خداوند بعد از مرگشان زنده می‌کرده باشد؟ دشوار است، بعید است اینکه زمین بعد از نابودیش دوباره برقرار شود. او ظرفی را گذاشت و در آن شربت انگور را گرفت و نان خشک را در آن تر کرد تا ملایم بشود. سپس آنها را می‌خورد. خرش را در گوشه بسته بود و پوش زده به گرد و اطرافش نگاه می‌کرد. چگونه خداوند ذوالجلال این زمین را زنده می‌کرده باشد؟ این مرد خواب کرد. وقتی پیشین خواب کرد. از خواب بیدار شد که آفتاب نزدیک به غروب است. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها. او خواب بود. گمان کرد که کمی از روز را خواب کرده است. فرشته از او پرسید: چند وقت است که خواب کردی؟ گفت: 1 روز. 1 روز یا اینکه از 1 روز کمتر. از پیشین تا نزدیک غروب آفتاب. این از 1 روز هم کمتر است. 1 روز هم خواب نکردم.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. این نبی خدا نمیدانست که 1 سال پره را خواب کرده است. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. او گمان کرد که چند ساعت خواب کرده است. فرشته از او پرسید که چقدر خواب کردی؟ گفت 1 جزء از روز را. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. فرشته با او جواب داده گفت قال بل لبثت 100 عام. بلکه ای نبی خدا 100 سال است که خواب کرده ای. به طعامهایت نگر، به انگور نگر، به انجیر نگر، به نان نگر، به آن طعامی که 100 سال پیش گذاشته بودی تا این دم تغییر نیافته است. معجزه است. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. تغییر نیافته است. عزیر از این کار شک کرد. با او گفته شد به خرت نگر. به خرت نگر که از او چی مانده است. از آن خر تنها استخوانها مانده بود. جسمش نابود شده بود. آن خر وفات کرده بود. از آن تنها استخوانهای پوسیده مانده بود. گفت به خرت بنگر. با آن استخوانها بنگر که چگونه خداوند آنها را جمع کرد. این هنگام عزیر علیه السلام نگاه میکرد. استخوانها جمع میشدند تا اینکه همه استخوانها جمع کرده شد. سپس به آن پوست پوشانیده شد، گوشت پوشانیده شد، رگ و پیوندها برگردانیده شد و حتی که خداوند استخوانها را با گوشت پوشانید، سپس پوست با آنها پوشانید، سپس پشمها پوشانیده شد تا اینکه خر از جایش خیست و او گمان کرد که قیامت برپا شد. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. تسلیم شد نبی خدا عزیر علیه السلام. طعام در 100 سال تغییر نکرده بود و خر باشد نابود شده بود. سپس پروردگار من آن را در پیش چشم من جمع کرد. سپس آن را به حالت اوله برگرداند، 1 جسم کامل. سپس از جایش خیست. این چیست که من میبینم؟ چیست این که من تماشا کردم؟ این چی واقعی است که رخ میدهد؟ عزیر از 2 چیز در تعجب بود، از طعام و از آن خر. سپس آن سخنی گفته اش در یادش آمد که گفته بود چگونه خداوند این همه را پس از مرگش زنده می کند. ببین ای عزیر، خداوند چگونه خر را زنده کرد. وقتی که عزیر این را دید گفت وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قدرت خداوند به عزیر علیه السلام آشکار شد و دانست که خداوند قادر است اینکه زمین را بعد از مرگش زنده کند، چنانه که خر را در پیش او زنده کرد. عزیر علیه السلام از جایش خیست و به سوی قومش رفت تا ببیند که چی رخ داده است به آنها. قصص نور و قصص، قصص نور و قصص، حکمه و صبر. عزیر علیه السلام به سوی دهه‌ای که مدتی 100 سال از آنجا ناپدید شده بود رهسپار شد. دید که خانه ها دیگر شدند، آن آدم ها دیگر شدند. سبحان الله، چگونه دهه او تغییر یافته بود. آیا تو نبودی ای عزیر که گفتی هنگامی که از دهه می گذشتی که سقف خانه های آن به بالایش افتاده بود؟ آیا تو نبودی که گفتی أن يحيي هذه الله بعد موتها. تو ای عزیر وقتا که دهه خراب را دیدی در تعجب افتادی، حیران شدی و انکار کردی که چگونه آباد می شود بعد از خراب گردیدنش. اکنون به آن دهه‌ای که دیده بودی نگاه کن، به آن نگاه کن چگونه آباد شده است، چگونه تغییر یافته است. به زبان حالش گفت
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اولین جایی که عزیر علیه السلام رفت به خانه قدیمه خود بود، به سوی آن خانه که 100 سال باز از آن ناپدید گشته بود. به سوی آن خانه رفت که آن خانه خودش نبود دیگر آن مکان نیست. نزدیک آن خانه زنی را دید که عمرش به 120 سال می رسید. زنی نابینای بسیار افسرده و ناتوانی بر زمین نشسته بود. عزیر علیه السلام به او سلام داد، سپس به او گفت ای بنده خدا، خانه عزیر کجاست؟ آن پیرزن گریان شد. گفت چی چیز تو را به گریه انداخت؟ گفت هیچ کسی از نبی خدا عزیر علیه السلام سالیانی دراز است که نپرسیده است. 100 سال است که او را گم کرده ای. هیچ خبری از او نشنیده ای. شاید وفات کرده باشد. نبی خدا عزیر علیه السلام با او گفت ای بنده خدا، من عزیرم، من نبی خدایم، من عزیرم. گفت عزیر را خداوند دعایش را اجابت میکرد. اگر تو در حقیقت نبی خدا باشی، خدا را دعا کن تا بینایی مرا به من برگرداند و از این درد مرا نجات دهد. عمری او 120 سال بود. خداوند را دعا کرد و بر روی او محض کشید. آن زن بینا گشت. سپس دعا کرد خداوند را، از آن درد نجات یافت. از جایش خیست، راه میگشت. به او نگاه کرده میگفت تو عزیر هستی، قسم به خدا تو را به یاد دارم، تو در حقیقت عزیر هستی. او را به نزد مردم برده به آنها گفت خداوند برای ما عزیر را بعد از 100 سال برگردانید. این همان عزیر است، من او را تا حال به یاد دارم. در آن قوم کلانسالان نیز بودند. جمعی از کلانسالان قوم به او گفتند اگر تو در حقیقت نبی خدا عزیر باشی، وقتا که بخت النصر آمد همه تورات ها را سوزانید و حافظان تورات را به قتل رسانید. همان تورات را برای ما برگردان، زیرا عزیر علیه السلام تورات را می دانست. گفت با من بیایید. از پسش رفتند. گفت اینجا را بکابید. پس کافتند. تورات را برآوردند که 100 سال پیش آن را گرانیده بود. لیکن 100 سال گذشته بود، نابود شده بود، زمین آن را خورده بود. سپس با او گفتند تورات در کجاست؟ اگر تو نبی خدا عزیر باشی، خودی حاضر برای ما تورات را بیار. تورات را به یاد ما بیار. خداوند در دل عزیر علیه السلام همه تورات را انداخت. او میخواند، تورات را تلاوت میکرد از اول تا به آخر. اهل علم آن را می نویستند، اهل علم آن را می نوشتند، درس می کردند و تورات را از خود می کردند. خداوند پس از 100 سال به آنها تورات را برگرداند. در بنی اسرائیل آبرویش بلند شد. وقتا که وفات کرد، خداوند جانش را در حقیقت گرفت. او را تا آن حد بلند برداشتند که گفتند او پسری خداست. وقالت اليهود عزير ابن الله. و خداوند ذوالجلال فرزند را نسبت دادند. خداوند نزاییده شده است و نزاییده می شود و هیچ کسی با او برابر شده نمی تواند. قوم یهود با عزیر نبی خدا چنین چیز را روا دیدند. در برنامه آینده با خواست خداوند از دوره‌های اخیر بنی اسرائیل سخن میگوییم. از دو نبی از انبیای خدا سخن میگوییم. آنها زکریا و یحیی علیهم السلام هستند. این از دوره‌های اخیر و از انبیای آخرین بنی اسرائیلند. زکریا چیکار کرد؟ یحیی چیکار کرد؟ چی صفت دارند آنها؟ و یهودیان با زکریا و یحیی چیکار کردند؟ این است ان شاء الله موضوع در برنامه آینده ما. الحلقة المقبلة استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص